زندگیشون رو بر اون اساس. کسایی که کارآفرینن درسته توی یه مقطعی شاید شکست بخورن، موفق نشن. شما الان استارتاپ، به هر حال با این واژه استارتاپ شاید همتون آشنایید. استارتاپ میشه یه شغلی که بر اساس افکار نو به وجود میاد، بر اساس یه خلاقیتی به وجود میاد. شما میرید دنبال ذائقه مردم، میرید دنبال خواسته های مردم، میرید ببینم بازار چی میخواد، نهایتاً یه فکری میکنید و میره به سمتی که واقعا تحول به وجود میاره. همین استارتاپی که ما میگیم هم مدیریتش خیلی مهمه که باید انجام بشه، هم سرمایه گذاریش خیلی مهمه که باید انجام بشه، هم مداومتش خیلی مهمه که باید انجام بشه. اگر این سه تا کار تو استارتاپ انجام دادید به هر حال میشه موفق بشید. در غیر این صورت همیشه استارتاپ ها هم موفق نیستن، مثبت نیستن. گاهی مواقع امکان داره با شکست مواجه بشید که این باعث میشه که درست شما تجربه‌ای واقعا به وجود میارید و هم تجربه بسیار گرانبهایی. شاید شرایط مالیتون، شرایط زندگیتون به خطر بیفته، ولی تا ریسک نکنید به یه جایی نمیرسید. ما تو برنامه هامون اومدیم نزدیک به 60 تا طرح استارتاپ رو برای عزیزان تو کتاب هایی که